اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. این قرآن به راه و روشی هدایت می کند که بهترین و استوارترین شیوه برای زندگی است و به افراد با ایمان که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که بیشک پاداشی بزرگ خواهند داشت. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. و اینکه برای افرادی که به آخرت ایمان ندارند عذابی دردناک آماده کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان به سبب جهل و شتاب زدگی شر و بدی را می‌خواهد، همان گونه که خواستار خیر و خوبی است. آری، انسان همواره بسیار شتاب زده است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. شب و روز را دو نشانه از علم و قدرت خود قرار دادیم و روشنایی نشانه اول یعنی شب را محو کردیم و نشانه دوم یعنی روز را روشن و نورانی قرار دادیم تا در جستجوی بخشایش و رزقی از پروردگارتان باشید و شمار سالها و حساب عمرها و رویدادها را بدانید و هر چیزی را که در مورد دنیا و آخرتتان به آن نیاز دارید به خوبی توضیح داده ایم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. عمل هر انسانی را مانند طوقی بر گردنش آویخته ایم و روز قیامت آن را به صورت نوشته‌ای برایش بیرون می‌آوریم که آن را در برابر خود گشوده می‌بیند. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. به او گفته شود کارنامه‌ات را بخوان، همین که امروز خودت حساب رسه بر خود باشی کافی است. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که هدایت شود فقط به سود خودش هدایت شده و کسی که گمراه شود صرفاً به ضرر خود گمراه شده است و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و تا زمانی که پیامبری را به سوی امتی نفرستیم و آنان تکذیبش نکنند آنان را عذاب نمی کنیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. هنگامی که بخواهیم مردم شهری را نابود کنیم به سبب گناهانشان بیشتر در نعمت غرقشان می‌کنیم و بدین وسیله به کسانی که نعمتهای دنیا آنان را به طغیان و سرمستی واداشته بود فرمان می‌دهیم که بیشتر آلوده شوند. در نتیجه آنان نیز در آن نافرمانی می‌کنند. پس فرمان عذاب الهی
بر اهالی آن لازم می شود و بدین ترتیب آنان را به شدت در هم می کوبیم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. چه بسیار نسل‌هایی که پس از نوح هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بدانها بیناست. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. کسی که طالب زندگی زودگذر دنیا باشد، آنچه را که خودمان بخواهیم به سرعت در دنیا به او می‌دهیم، و البته نه هر کس که خودش بخواهد، بلکه به کسی که خود اراده کنیم. آنگاه جهنم را برایش قرار می‌دهیم، در حالی که سرزنش شده و رانده شده از رحمت الهی به آن وارد می‌شود و خواهد سوخت. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و کسانی که آخرت را بخواهند و برای به دست آوردن آن تلاش شایسته آخرت را به جا آورند و این در حالی باشد که ایمان داشته باشند، این افراد از تلاششان سپاسگزاری می شود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. به هر یک از اینان و آنان پیاپی از بخشش پروردگارت اضافه می کنیم. آری، بخشش پروردگار تو از هیچ کس منع نشده است. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا. ببین چگونه در دنیا برخی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم و بیشک آخرت از لحاظ درجات بزرگتر و از نظر برتری عظیمتر است. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. همراه الله خدایی دیگر قرار مده که سرزنش میشوی و بیار و یاور خواهی شد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگارت فرمان قاطع داده که تنها او را بپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنان به سال خردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند، کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحتی و رنجش است به آنان مگو و با پرخاشگری آنان را از خود مران و زیبا و شایسته با آن دو سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش و بگو پروردگارا، به پاداش این که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند، با آنان مهربان باش. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
پروردگارتان از آنچه در ضمیر شما می‌گذرد آگاه تر است. اگر در رفتار با والدین دچار اشتباهی شوید، چنانچه صالح باشید و توبه کنید شما را می‌بخشد، زیرا او همواره برای توبه‌کاران بسیار آمرزنده است.